باشندگان قریه شاتوت ولسوالی سیات ولایت سرپل از خرابی سرک مواصلاتیشان شکایت داشته و از مقام ولایت سرپل میخواهند در قسمت جغل اندازی و ترمیم سرک هایشان همکاری نمایند. باشندگان قریه شاتوت ولسوالی سیات ولایت سرپل با ارسال تصاویر و ویدیوها از خرابی سرک مواصلاتیشان شکایت داشته میگویند مردم این قریه نسبت به نبود و خرابی سرک با مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنند. آنها میگویند که در این اواخر نسبت به بارندگی برف و باران در آن ساحات مسیر رفت و آمدشان به مرکز سرپل سخت گردیده است. آنها از الحاج محمد یعقوب عبدالرحمن اکا والی ولایت سرپل میخواهند تا در قسمت ترمیم و جغل اندازی سرکشان آنها را همکاری نمایند تا مشکلات مردم قریه شاتوت که یکی از قریه های ولسوالی سیات می باشند مرفوع گردد. این در حالی است که در 20 سال حکومت گذشته هیچ توجهی به این قریه ولسوالی سیات ولایت سرپل صورت نگرفته است.